به گفته مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری لوگر در سال جاری صدها جریب زمین به شمول مرکز در ولسوالی‌های مختلف این ولایت به کشت تربوز اختصاص یافته که افزایش قابل ملاحظه را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در همین حال دهاقین از طریق اصلاح شده کشت تربوز در لوگر چنین می‌گویند و از مسئولان ریاست زراعت خواهان کمک‌های تکنیکی و ایجاد بازارهای منظم برای فروش محصولاتشان هستند و می‌افزایند که در فضای امن به کاروبارشان ادامه می‌دهند. یک 40 جریب زمین گرفتیم به حساب سیوم، کشاورزی کاشتیم این دانه کلا قطره ای است. وضعیت امنیتی هم الحمدلله خوب است. ما از پنجه حرکت میکنیم، میم تا اینجا که میم بیابان است، هیچ کدام مشکلاتی نیست. تخمای شکار نمینه تخم است، ما تکزاز میگه 35,000 افغانی یک کیلوش ارزش داره. یک تخم دیگه داریم میکادو میگه و 70,000 افغانی قیمت داره. دیگه این تخم خود افغانستان است، اونا مثال یک 500 گرمش میایه با 4,000 با 3,000 افغانی میایه. یعنی تو سه بعد تخم ما کار داریم دیگه، با امید خدای نتایج رسیدیم تازه. از سوی دیگر مسئولان در ریاست زراعت و مالداری لوگر از افزایش کشت تربوز در این ولایت خبر میدهند و میگویند که این اداره با توزیع تخم‌های اصلاح شده، برگزاری برنامه‌های آموزشی و نظارت دوامدار دهاقین را در کشت معیاری و مبارزه با آفات زراعتی تربوز و ایجاد بازار مناسب کمک میکنند و تلاش دارند تا دهاقین خودکفا شوند. لوگر کې د 1403 کال په پرتله باندې 1404 کال کې د دغه بوټي د کښت ساحه پراخه شوې ده. په 1404 کال کې په 315 هکتار ځمکه باندې هندواڼه کرل شوې ده چې طبعا د کله چې د کښت ساحه زیاتېږي نو دلته به حاصلاتو کې هم زیاتوالی راځي. باید گفت که لوگر با ظرفیت‌های طبیعی و دهاقین پرتلاش در مسیر رشد زراعتی قرار دارد و کشت تربوز نمونه روشن این پیشرفت است.